اولا السلام علیکم آمدید روز مادران و اینچنین 21 مارس روز بین المللی نوروز است و همه مبارک خود میگویم و امروز تقدیم از وزارت فرهنگ یک چوربینی خیلی جالب، یعنی کتاب، خرید کتاب این منبع، این غذای معنوی است. هر یک کتابی گرفته، هر یک کتابی خوانده برای آدم، برای شخصیت بسیار، یعنی فکرانی او را دیگر میکند، دانش او را دیگر میکند، ملکه زندگی او را دیگر میکند. من خودم حاضر از همین دکان ها کتاب گرفتم، یکی از جام طلا، از خیام و این چنین 3 کتاب در وصف مادر. ببینید، یکیش لایق شیرالی، دست دوی مادر، دولت سفر و این چنین افزار مادر تفسیه میدیم. کتاب خیلی کنید، کتاب کنید و البته که بلندی ها یعنی منظورهای بلندی منظورهای رو اجور یعنی منظورهای شما هم شما پسیده میشه. در آغاز فصل بهاران که زمان احیای طبیعت و زندگی هست، برگزاری همین نمایشگاه از جانب نشریات ادیب و دیگر نشریات‌های وزارت فرهنگ بسیار کار مهم و با اهمیت است و خواندن کتاب، دیدن کتاب برای آدم لذت میبخشد و خصوص وقتی در آستانه عید مادران کتاب‌های همین زیبا مثل اوصاف مادر در دسترس ما قرار میگیرد، یا اینکه کتاب‌های خوب مثل کتاب روایات جام طلا از برگزیده روایات عمر خیام که در نمایشگاه هستند، بسیار کتاب‌های با ارزش هستند و خواندن آنها برای روح انسان و بالا بردن احساسات استتیکی و زیبایی شناسی انسان کمک میکند.